مقامات توجیکستان تصمیم گرفتند نرخ خدمت‌رسانی‌های فرودگاه‌ها را در کشور تا 30% پایین ببرند. نرخ چیپتای هواپیما به توجیکستان خیلی گران است و سال‌هاست این موضوع مایه انتقاد شرکت‌های هواپیمایی و مسافران خصوصاً مهاجران کاری باقی می‌ماند. اما ارزان شدن نرخ خدمت‌رسانی فرودگاه به ارزش چیپتاها چه تاثیر خواهد داشت؟ همکارم عبدالله شروع به آموزش این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام. خب میشد بگویی که سبب پایین بردن نرخ خدمت‌رسانی فرودگاه ها در چیست؟ سلام شهلا. دوره در آغاز خودت هم گفتی شرکت های هواپیمایی تاجیکستان برای نرخ های گران چیپتا همیشه تنقید میشوند و نه تنها تنقید، برخی ها از خدمات آنها دست میکشند. یک قسمی از مسافران بنابر ارزان بودن چیپتا ها طریق قرقیزستان و با باز شدن مرزها از ازبکستان به خارج پرواز میکنند. باز شدن راه با ازبکستان و فراهم شدن امکانیت پرواز طریق شرکت های هواپیمایی این کشور مقامات تاجیکستان را وادار کرد که تا 30% نرخ خدمت رسانی را به شرکت های هواپیمایی پایین ببرند، چون شرکت های هواپیمایی تاجیکستان یکی از علت های گرانی چیپتا را محض خدمت رسانی گرانی فرودگاه ها می گفتند. در آژانسی اویاسیون گرجدانی در صحبت با رادیو آزادی گفتند، این خبر را تصدیق کردند و گفتند که تا 30% پایین رفتن نرخ خدمت رسانی فرودگاه ها در خوجند، دوشنبه، بختر و کولاب هم رخ خواهد داد. این فهمو شده عبدالله، اما از همه اساس آیا به نرخ چیپتاها تاثیر خواهد گذاشت یا نه؟ بله شهلا، طور شرکت ها میگویند با ارزان شدن نرخ خدمات فرودگاه ها می توانند یک مقدار نرخ چیپتا ها را ارزان کنند. مثلا پس از آنکه که شرکت ازبکستان هوایولاری از نرخ گران خدمات فرودگاهی دوشنبه شکایت کرده بود، مقامات به این شرکت 20% تخفیف دادند و این شرکت تا حد نرخ چیپتاهایش را ارزان کرده بود. همین گونه دیگر شرکت ها نیز میگویند منفعت دارند نرخ چیپتاها را تا حد امکان پایان برند تا مشتریانشان را از دست ندهند. اما سابقه داران ساحه اویاسیون میگویند با 30% کاهش یافتن نرخ خدمات فرودگاه ها از 5 تا 10% ارزان شدن نرخ چیپتاهای هواپیما را انتظار شدن ممکن است، نه بیشتر از آن. چون که خراجات اصلی شرکت های تاجیکستان از نرخ گران سوزشواری است، آن را در تاجیکستان تنها یک شرکت تامین میکند. خب به هر صورت دنیا با امید است عبدالله، ولی چون در این صحبت زیاد از ازبکستان یاد کردی، جایز است بگویم که شرکت ملی این کشور ازبکستان ایرویز برای 1.5 ماه آینده نرخ بلیط به یک سمت یعنی توشکند مسکو را ارزان کرده 100 یورو مقرر نموده است. این هم در حالی است که نرخ از همه ارزان ترین بلیط از دوشنبه به مسکو تقریبا 195 یورو را تشکیل میدهد. از کولاب به پایتخت روسیه کمی بیشتر از 200 یورو و از خوجند باشد تقریبا 131 یورو قیمت دارد. طور میگن اون چی که عیان است حجت به بیان است.